السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمو شهر پنجکент منظورتان است. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکент با اشتراک نماینده کمیته کاربازان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محبوبه عظیمова از جماعت دهاتی شینگ. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент جهت اجرای طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره زیرآوری در عائله و با مقصد در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ارزش‌گذاری به مقدسات ملی و پیشگیری جوانان از همه گونه پدیده‌های نامطلوب در جماعت دهات شینگ واخوری دایر کرده شد. در واخوری نماینده کمیته زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم و محبوبه، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر 207 سالشو، حقوقشناس دولتی مرکز یاری حقوقی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دلفوزه عیسوی و مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент زمان و همزیره اشتراک و سخنرانی نمودند. چنین ملاقات و واخوری‌ها در جماعت‌های دهات و محله‌های شهر منتظم برگزار شده ایستاده است که آن بهر بلند برداشتن معنویات حقوقی شهروندان مساعدت خواهد کرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. عیادت شخصانی بیمار و تنها همه وقت و همه لحظه خصوصا در ماه شریف مبارک رمضان اقدام شایسته و کار ثواب است. اعضایان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در جماعت دهاتی لایق شرالی همین گونه عملی شایسته را انجام داده با چند عائله نیازمند مواد خوراک تقدیم نمودند. با ادامه موضوع توجه نمایید. با جماعت دهاتی لایق شرالی آمده نخست با رئیس جماعت نبیجان قراویف هم صحبت شدیم و او گفت که اقدام به نیازمندان کمک نمودن پیوسته در مد نظر است و این عمل خیر همه ساله راه اندازی می شود. بعدا یک جا با ماشین پربار از مواد خوراک نخست راه پیش گرفتیم سوی منزل ساکن ده قصر بیبی باباجانوی 74 ساله. او عرض سپاس خود را به تشبسکاران این اقدام نیک که امروز اهل عائله و معیوب گروه یک بیمار بستری زیبنیسو شریف او را عیادت نمودن چنین بیان داشت. خداوند کل بنده مومن در کجای باشد ساغ رفت سلامت نون یافتگیش بشرنیا خود هزاران رحمت کلاش ما. سلامت ایگم و 76 ساله که 22 سال این جانب نابیناست عالم آدم را با چشم دل دیده. اون روز هم با امر همین دل دست دعا برداشت. الهی همه قبله بر کوب زیاد دور نکوب شما نگاه دارم قدم کای نیک مانه رو به کای نیک بینید مراد کای نیک بینید در دور رنج برداشت کنه دور نکو مهاجر و مسافر که ساخت سلامت بیام بر جان فردن شوید چشپش کن روزی که خیر نمازات آنه قبول کنه الهی ده هیچ روز در نمانید خاره زاره نبینید. ساکن دیگری ده قصر معیوب گروه یک خدای بردی قراویف را نیز عیادت حزبیان خوشنود ساخت. اکوی خدای بردی رو افتاده نشوید البته خداوند درد داد با خداوند شفاشم میدهد البته. 30 سال خوراک اقسام نکن. من روزه هوای نیچکی نمیچکی خونی که به یوان سودم تو. اقدام حزبیان جماعت دهاتی لایق را مدیر شعبه تشکیلی کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکent شهرزاد رحمتوف دستگیری نموده. آن را تشبس نیک دانست در ماه شریف رمضان. امروزها در اساس دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان درام امام علی رحمان در ماه شریف رمضان ما کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تصمیم گرفته است که اعضایان فعالان جانبداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را برای کارهای خیر و ثواب جلب نماید و امروز با تشبس رئیس تشکیلات ابتدایی حزبی جماعت دهات لایق شیرعلی محترم قریف نبیجان با 45 نفر عائله‌های کم‌بضاعت خواجگی‌های کم‌بضاعت عائله‌های کم‌بضاعت یتیمان بیماران کم‌بضاعتان عیادت و مواد خوراک رسانیده شد. از دیگر صاحبکاران و دیگر فعالان اعضایان حزب وکیلان دعوت به عمل می‌آوریم که این کارهای خیر و ثواب را در این روزها ادامه دهند.
اون روز بسیار ساکنانی با کمک دستگیری نیازمند جماعت دیوتی لوکشهری عیادت کرده شده و آنها مواد خوراکی تقدیم گردیدند. رئیس جماعت نبیجان قرویف گفت که چنین اقدامات نیک منبع نیز ادامه خواهد یافت و آنها تدبیرها می‌اندیشند تا که ماه شریف رمضان واقعا به ماه کارهای خیر و احسان تبدیل داده شود. در اساس سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب محترم امام علی رحمان ما اقدام گرفتیم که در ماه شریف رمضان با اویله‌های کمبزاعت به پرستاران کمک خود را رسانیم. من امروز با 40 نفر اویله‌های کمبزاعت با خوراک یک خلطه آرد مکرون یک وکلشکر روغن کمک کردیم. من بعد کوشش می نماییم که با اویله‌های کمبزاعت کمک نماییم. در طالور مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 بخشیده به 110 سالگی شاعر محبوب ملت قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده کنفرانس علمی ادبی برگزار گردید که در کار آن رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده اشتراک داشت و سخن گفت. شوربینی بخشیده به 110 سالگی زادروز میرزا ترسونزاده که آن با اقدام رهبری کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند در همکاری با رهبری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 در طالور این مؤسسه تحت عنوان آینه مجلای روح ملت برگزار گردید. هنوز از دقایق اول مهر و محبت بود نسبت این فرزند ملت قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده. سخنرانی رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده باشد ادامه همین قدرشناسی و عرض و احترام حساب می‌یافت و این شاعر بزرگ تاجیک. هر کجایی بود ترسونزاده میرزا خلق بود، هر کجایی خلق بود میرزای ترسونزاده بود. آره ما تاجیکان با نام میرزا ترسونزاده افتخار میکنیم زیرا او در زمان خود شخصیتی بود که تاجیکستان را در عرصه بین‌الخلقی هم در جاده معرفت و علم و هم سیاست و دوستی معرفی نموده است. شاعری بود که ایجادات او با زبان ساده و شیوا و شیرین تاجیکی روی کاغذ آمده تیز به دلها راه یافته است. امروز در وطن ما نفری را دریافت کردن دشوار است که از ایجادات میرزا ترسونزاده آگاه نباشد یا چند مصرع از ایجادات استاد ندارد. با تاکید اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مهر میرزا ترسونزاده در آشیانه بلند دل خلق معوا گرفته است و خلق خاطره نیک فرزند محبوب خویش را تا ابد حفظ خواهد کرد. بعدا شرح حال میرزا ترسونزاده در برآمد آموزگار ثریا ظریف و مفصل بیان شد و هر سطر آن یک صفحه روزگار میرزا ترسونزاده را با همه بزرگی و پندآموز بودنش پیش نظر جلوگر ساخت. قرائت مختصری پارچه‌های شعری باشد دلیل از ناتکرار بودن بیان افکار و اخلاق شاعر محبوب حساب می‌یافت. تو را 100 بار گفتم که غلامت من همین کافی است. فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. نوشتم پخش کردم مهر ماندم دست بی گفتار حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی است. تو را من یاد کردم که سار من علاجم چیست. شدم دور از کنار تو دیار من علاجم چیست. در اطرافم زمین ریگزار بی ثمر دیدم. گل من بستان من بهار من علاجم چیست. تو تنهایی کشیدم در دلم بالا گرفت. دید رنگی من طبیب و در بر من جا گرفت. یاری بی پروای من از من خبرداری نکرد.
گرچه دود آهی آتشباری من باوا گرفت وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج و بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای ریتهای تو. چقدیدم تو را ستاره من، شلمر در هوا ستاره من، در حسابی ستاره های فضا، در حسابی ستاره های فضا، به تو کردم خطا ستاره من. ای دلبر نازنین قدرست، زبده تو را لباسی عطرست، جانان ای من فقط توی بس، چشم زده من به سوی هر کس، جانان ای من فقط توی بس، چشم زده من به سوی هر کس. کنفرانسی علمی ادبی را بخش به 110 سالگی شاعر نامدار و نامبردار ملت قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده سرور دبستان حمیده حبیبова جنبش نموده با استادان و شاگردان برای چنین اقدام نیک و شایسته عرض سپاس کرد. شاعری شیرین کلام بازار صادق در حق استاد ترسونزاده فرموده است: خلق بر شعری تر و بر گرمی دیدار او چون به اقلیمی وطن بسیار آباد کرده بود. محض آن همین صمیمیت خواننده را وادار ساخته است که اشعار استاد را ورق‌گردان نماید. امروزها در سرتاسر کشور 110 سالگی استاد زنده‌یاد میرزا ترسونزاده را جشن گرفته ایستاده‌اند. آموزگاران و خوانندگان مؤسسه ما تصمیم گرفتند که تا در این بزرگداشت استاد حصه‌گزار باشند. از فرصت مناسب استفاده برده شمایان مهمانان عزیز را خیر مقدم می‌گویم و بهرتان شهرت و بزرگی استاد زنده‌یاد را تمنا دارم. یادآور می‌شویم که برنامه الهیده از این چاره‌بینی نمایش داده می‌شود. استادان دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند در روزهای استراحت در زمین‌های پارک تکنولوژی با کشت کارتوشکا مشغول گردیده مقصد گذاشتند که حاصل فراوان رویانند. با گزارش خبرنگاران ما توجه نمایید. راهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند پیوسته تدبیرها می‌اندیشد تا که با استفاده از امکانات‌های موجوده در تامین امنیت آذوقه‌ای مملکت سهمگذار باشد. با همین مقصد در روزهای استراحت زمین‌های پارک تکنولوژی دانشکده به میدان حشر عمومی خلق تبدیل می‌یابد. روز به این موضوع آمدن هم استادان دانشجویان با کشت کارتوشکا مشغول بودند. باعث خوشایندی است که در این کار از تکنیک زمانوی عاقلانه استفاده برده می‌شود. خدای نظر میراجین استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. حالا ما در زمین‌های پارک تکنولوژی نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند قرار داریم. در اینجا به نقشه گرفتیم که در میدان 5 گکتار کشتی کارتوشکا را امروز انجام دهیم و در این زمین در حدود 5 گکتار از برای آزمایش از 3 نمود تخمی استفاده برده شده است. حالا ما در اینجا تخمی از کوهستان مسچا و تخمی از ناحیه غانچی و تخمی محلی را کشت کرده ایستادیم. نتیجه خوبی سالی سپری شده بابت رویاندن حاصل فراوان کارتوشکا استادان دانشجویان را با باز هم بهتر استفاده بردن زمین اندیشیدن تدبیرهای اگرتکنیکی وادار و وظیفه‌دار می‌سازد و رفت کشت همچنین استفاده 3 نوع کارتوشکا دلیل است که اینجا امسال هم حاصل فراوان می‌رویاند. ادامه برنامه تلویزیونی پیغام در تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران مهنت محله 10 سالگی استقلالیت مجلس حساباتی گذرانیده در آن فعالیت این سازمان مورد محاکمه قرار گرفت. با ادامه موضوع توجه نمایید.
مطابق نقشه کاری شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر در تشکیلات‌های ابتدایی مجلس‌های ثباتی انتخاباتی ادامه دارند. در تشکیلات ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت محله 10 سالگی استقلالیت مجلس ثباتی انتخاباتی را رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند عبدالقادر رضایف آغاز بخشید. او به فعالیت تشکیلات ابتدایی در دوره از سال 2018 تا سال 26 مارس سال 2021 رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت محله 10 سالگی استقلالیت شمسی فسنبوی حساب داد. از روی این مسئله سابقه‌داران محله 10 سالگی استقلالیت طاهرов سبحان، تورقل و مبارا، سالیف اشوربای، قاسیمов عبدالله اندیشه‌های خود را بیان نموده فعالیت شورا را قناعت بخش ارزیابی کردند. رئیس سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند عبدالقادر رضایف اوید بیماری کووید 19 سخن کرد و تاکید نمود که باید هر یک کس به گیگین شخصی رعایت نماید. در مجلس به کنفرانس سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت محلی 10 سالگی استقلالیت شمسی فسنبوی همچون وکیل پیشبری کرده شد. همساله بخشیده بر روزی پایتخت چاره‌بینی‌های مختلف از جمله مسابقه داوی ملی برگزار می‌گردد که در آن ساکن شهر پنجکند عبید محمودов با امر دل نوبسته به سن و سال شرکت می‌ورزد. گزارش ما در همین باره آماده شده است. توجه نمایید. محمودов عبید ساکن 60 ساله شهر پنجکند 3 سال است که بخشیده به روز پایتخت در ماراتون بین‌المللی که در شهر دوشنبه برپا می‌شود اشتراک می‌کند. امسال هم در این مسابقه زیاده از 500 نفر ورزشکاران از 8 دولت و دانشجویان مکتب‌های عالی قوا آزمودند. در این ماراتون محمودов عبید از شهر پنجکند در مسافه 21 کیلومتر دویده جای نهم را صاحب گردید. من خدایبردیев اورنگزیب از کنکور شهر پنجکند ما ایسو خودم بورس دوم است که اکوجان با شهر دوشنبه بردم با سن سال نگاه نکرده با مسافه 21 کیلومتر جای نهم رو گرفتم. با این سن سالی که این کس هستم هیچ آدمی که در بین هفته یاشو یک تا آدمی کلانتر نکردم 60 ساله با خود با ما دستگیر میکنیم عبور پنجکند رو بردارم. 7 اپریل من در مابین 8 دولت برآمد کرده جای نهم رو اشغال نمودم. من از صاحبکار خدایبردیев جان جان می‌ندارم که منو دستگیری کرده در شهر دوشنبه در مسابقه میبرم. باعث افتخار است که همکاران ما در مسابقه های سطحی بین المللی داشته اشتراک کرده پرچم برداری دولت خویش میگردند. پایتخت کشورمان شهر دوشنبه سال سال آباد و زیبا و سرسبز و خرم می‌گردد و این البته باعث افتخار و سرفرازی هر ساکن جمهوری است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکند نیز با همین افتخار چاره‌بینی را علاقمند به روزی پایتخت رنگین و خاطرماند گذراندند. تفصیلات بیشتر در گزارش دیگری برنامه. هفته روان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 چون هفته صنف‌های ابتدایی جریان دارد. خوانندگان صنف‌های یکم تا چهارم با مناسبت جشن‌های فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، روز وحدت، بزرگداشت قهرمانان تاجیکستان، 80 سالگی شاعر شیرین کلام لایق شیرالی و مانند اینها چاره‌بینی‌های گوناگون مثل ساعت‌های تربیوی، جمع‌آمدهای ادبی و فرهنگی، فراغتی، مسابقه‌های ورزشی، آزمون‌های فنی می‌گذرانند. این نوبت خوانندگان صنف چهارم ای این دبستان با همراهی معلمه موضوع ظریفова ساعت تربیوی تحت عنوان دوشنبه شهر آرزوها برگزار نمودند. طلبگان در این موضوع شعر و گفتارها قرائت کردند. خوانندگان در برآمدهای خود ذکر کردند که دوشنبه مکانی بزرگان جایی است که باغ‌های استراحتی و فراغتی، میدان‌ها و گلگشت‌های آباد و زیبا را دارد. سال روان که 80 سالگی شاعر زنده‌یاد لایق شیرالی و 110 سالگی قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده تجلیل می‌گردد، طلبگان از اشعار این شاعران شیرین کلام شعرها قرائت کردند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. سال سال این شهر نامدار گل گل میشکوفد و آباد و زیبا، سرسبز و خرم می‌گردد.
биноҳои баландойшонаи замонавӣ, ҷойҳои фароғатӣ ва қасру муассисаҳои гуногуни бо тарзи муосир қомат афрохта ба Душанбе боз ҳам ҳусни нав зам мекунад. ба ин монанд маънӣ директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 Фарзона Ҷумаева чорабиниро ҷамъбаст намуд. қарори раиси шаҳри Панҷакент оид ба ташкил ва гузаронидани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ва ягона мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои асосии вилояти суғд оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ, эътино ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2021 ки бо қарори раиси вилояти суғд аз 3 декабри соли 2020 таҳти рақами 393 дар бораи тасдиқ намудани нақша чорабиниҳои асосии вилояти суғд оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ, эътино ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2021 ва фармоиши сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд аз 8 апрели соли 2021 таҳти рақами 37 бо мақсади баланд бардоштани донишу малакаи амалии хонандагон дар соҳаи ҳифзи шаҳрвандӣ ва хушсифат гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ва ягона қарор мекунам. Санаи 23 апрели соли 2021 рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ дар ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 шаҳри Панҷакент гузаронида шавад. дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсей, гимназияҳо, коллеҷи омӯзгорӣ ва тиббӣ, муассисаи давлатии литсеи касби техникии шаҳри Панҷакент санаи 29 апрели соли 2021 рӯзи мудофиаи граждании ягона гузаронида шавад. барои гузарондани чорабинӣ ҳайати комиссияи ҳолатҳои фавқулода ва хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, беморхонаи марказии шаҳр, сӯхторхомӯшкунӣ, хабардоркунӣ ва алоқа, ҷамъияти саҳомии шабакаҳои барқи Панҷакент ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҷалб карда шавад. шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ иштироки директорон, мудирони қисми илмӣ, омӯзгорони фанни омодагии ибтидоии ҳарбии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро таъмин ва ҳуҷҷатҳои заруриро оид ба гузарондани чорабиниҳои мазкур омода намояд. барои гузарондани чорабинии мазкур аз ҳисоби маблағҳои сметаи хароҷоти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ҷудо карда шуда 1250 сомонӣ ҷудо карда шавад. дар рафти гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ва ягона қоидаҳои бехатарӣ риоя карда шавад. банди панҷуми қарори мазкур барои тасдиқ ба иҷлосии навбатии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент пешниҳод гардад. роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент Ҳамидов Искандар ва сармуҳаррири рӯзномаи Зарафшон Луқмон Қурбон оид ба инъикос намудани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ чораҳои амалӣ андешанд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини якуми раиси шаҳр Сафарзода гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент бинобар вафоти заҳматкаши ақибгоҳи ҷанги бузурги ватанӣ Муҳаммадиев бобо андӯҳгин буда ба аҳли оила ва наздикону пайвандони ӯ изҳори тасаллият менамоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи телевизии Пайгом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиятиву некномиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.